به ثمر میرسونه. اینیستا پشت توپ 28 متر فاصله با دروازه است. نیمار میزنه، ضربه نیمار و واکنش عالی از نواس. اینیستا پشت محوطه جریمه، سرش بالاست، راکیتیچ رو انتخاب میکنه، فرصت برای سرخی روبرتو، ضربه او به آسمون زده شد. در 26 بازی آخر حداقل اونا خوب نبودن چون فقط 7 بار بردن. یه اشتباه. حالا فرصت برای مودریچ، پرس از جلو عالی انجام میشه. خامس، شلیک خامس. سفیدهای مادریدی فشار رو افزایش میدن. گرت بیل روی پای چپش هم هست، سانترش اما خیلی بلنده. اشتباه براوو، دروازه خالی. عجب اشتباهی کرد کلودیو براوو و چیزی نمونده بود که دروازه بارسلونا باز بشه. اینیستا کنارش نیمار رو داره. حالا برای نیمار، فرار نیمار، تک به تک نیمار و توی دروازه. گل دوم برای بارسلونا. چه دفاع آسیب پذیری داره رئال مادرید. هر توپی رد میشه منجر به موقعیت گل میشه. این دفعه نیمار دروازه رو باز میکنه تا سنت گلزنی سوارز و نیمار ادامه داشته باشه. نیمار هم 12 گله میشه و جای خودش رو در بالای جدول گلزنا مستحکم‌تر میکنه. مسی تازه روی نیمکت بوده که این نتیجه به دست اومده. ببینیم با هم. مشکوک به آفسایده. به نظر اصلا آفساید میرسید. به هر شکل کمک داور ادامه بازی داد و دروازه باز شد. هیچ اعتراضی هم نمی‌کنن مادریدیا. یک بار دیگه صحنه رو می‌بینیم. یه بدن جلوتر بود نیمار. ثانیه‌های واپسین نیمه اول. یه ضد حمله دیگه از یاران بارسلونا. نیمار در منطقه جریمه. نیمار پاس بیرون، فرصت و توپ از روی خط بیرون می‌کشد. راکیتیچ نزدیک بود بازی 3-0 بشه. نیمکت بارسلونا بلند شده بودن. مارسلو فرار میکنه. مارسلو همچنان مارسلو در منطقه جریمه. مارسلو گرس بیل پشت محوطه جریمه. موقعیت، یه شلیک دیدنی و عکس العمل زیبای براوو. بیل در مساف با ماتیو. ضربه بیل، این هم سومین موقعیت که ضربه راه دور گرت بیل در چارچوب قرار نگرفت. نیمار، ضربه دیدنی نیمار از زیر طاق دروازه. کیلور نواس توپ رو بیرون میکشه و اون رو به کورنر هدایت میکنه. راکیتیچ، آندرس اینیستا روی زمین. یک توی قشنگ. اینیستا توی دروازه. گل سوم برای تیم بارسلونا. چه نتیجه عجیبی داره رقم میخوره. رئال 0 بارسلونا 3. یه گل بسیار تماشایی از آندرس اینیستا که این بار هم از دستان کیلور نواس کاری بر نمیاد. یک بار دیگه صحنه رو ببینیم. عجب پاسی داد بهش نیمار. جمع بازیکن تکنیکی اونجا جمعه. نیمار با پشت پا توپو کاش دیگه، با روی پا امون نداد. اینیستا توپ رو به گوشه دروازه کوبید. کاپیتان بارسلونا در این دیدار گل میزنه. دنی آلوس به پشت محوطه جریمه. باز هم فرصت. یه بار دیگه موقعیت برای بازیکن بارسلونا و توپی که به کنار تور میخوره. سوارز این موقعیت رو از دست میده. خب حالا مسی هم به زمین بازی خواهد رفت. توپ به بنزما نمیرسه. یه بار دیگه موقعیت. کارواخال و توپی که از کنار دروازه به بیرون میره. لیونل مسی، پاس در عمق عالی. فرصت برای بازیکن بارسلونا. توپ سرگردون. نیمار میکاره. مسی. کورنر برای تیم بارسلونا. بیل باید یه خودشون نشون بده. گرت بیل پاس بیرون پا برای رونالدو. فرصت برای رونالدو. تک به تک رو گل نمیکنه کریس رونالدو. بازم پاس اشتباه از واران. ضعیف بازی کرده. فرصت برای مسی. سوارز پاس به دهانه دروازه و توپی که در اختیار نواس قرار میگیره. دنی آلوس. مسی بین بازیکن‌های سفید پوش رئال مانور میده. پاسش رو هم میرسونه. آفسایدی هم در کار نیست. سوارز تک به تک. سوارز توی دروازه. 4-0. سوارز باز هم گل میزنه و اختلاف به 4 گل میرسه.
یه نتیجه خیره کننده در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو در قلب شهر مادرید در منطقه چامارتین. فرار از تله آفساید، این بار دیگه به درستی فرار کرد و با یه ضربه بغل پای چیپ دروازه رو باز کرد. کاری از دستای کیلور نواس هم بر نمی اومد. او تو نقطه بازی قبلیش 3 تا گل خورده بود، تو یه دونه بازی الان 4 تا گل خورده. ارسال به روی دروازه، فرصت بنزما، این توپ رو هم در میاره. براوو. نیمار، بازم یه پشت پا به نیمار. دائما دارن نیمار رو میزنن. کارت قرمز، این دفعه این بازی کارت قرمز داره و ایسکو که خودش جانشین اومده بود بازی رو به پایان نمیرسونه و رئال 10 نفره میشه و این دفعه دیگه داور کارت قرمز رنگ رو از جیبش بیرون کشید. کاسیمیرو جلو میره توپ رو. رونالدو، حالا موقعیت برای بنزما، ضربه بنزما و توپ از کنار دروازه بیرون میره. کورنر برای تیم رئال مادرید. نیمار، پاس به جلوی خوب، منیر پشت سرش پیکه بود، نذاش پیکه بزنه، خودش هم بیرون زد توپ رو. اونا به دنبال گل التیام بخش هستند. ساندر بیل، فرصت برای رونالدو و سوپر واکنشه. براوو دروازه رو نجات میده.